زیادی نوشته شده. این کتاب 350 صفحه است، احادیث زیادی که منم نوشتم، احادیث زیادی داره و از نظر تاریخی اثبات میکنه زمان معصومین به امر معصومین اون اصحابی که بودند و برجسته بودند فتوا میدادند، اصلا اسمشون مشخصه، مثل یونس ابن عبدالرحمن. ما حدیث تهران هم که میخونیم سنت نداره. ماشاءالله ماشاءالله. دقیقه آخر منو تو حرفم پریدین. یک دقیقه آخر منه و عرضم اینه هر چیزی علیه تقلید بگید علیه خودتون. فقط فرقش اینه شما غیر متخصصید، تقلید از غیر متخصص رو دارید تشویق میکنید. تا زمانی که نگید چرا از شما تقلید کردن، سوالاشون از شما پرسیدن خوبه، دوستان جا نمونین، ثقلینی بشید. اما اگر متخصصین که 1000 سال پیشینه دارید برای فقه و استدلال و کتابهاشون هست، توش استدلالاشون همه قابل رعایت و بررسی تخصصی، چرا اونا بدن؟ بسم الله. خب دوستان عزیز، همتون دیدید که ایشون نه تعریف تقلید رو بلد بود، حتی تعریف لغوی و اصطلاحیش رو بلد نبود. یه دونه روایت نداشت. به خدا قسم اگه دوستان روایت داشت 1000 بار اون رو تکرار کرده. اگر آیه از قرآن داشت 1000 بار اون رو خونده بود. دوستان عزیز به والله قسم اینها خیلی بدبختن. به امام حسین علیه السلام، به این شبای عزیز، دوستان عزیز انقدر روایات در رد تقلید زیاد هستن که من موندم کدوم انتخاب کنم بیام بخونم. انقدر زیاد بودن، انقدر زیاد هستن. اما این شخص یک دونه روایت نتونست بیاره. اگر داشت 1000 بار اون رو تکرار کرده. بزرگواران هی میاد میگه که تو اومدی گفتی که از من تقلید کنید. من نگفتم تقلید کنید از من. یک جا بیار که من گفته باشم ازم تقلید کنید. سوال پرسیدن که تقلید نیست. الان شما هم از من سوال پرسیدی، مناظره است، منم از شما میپرسم. کجای این تقلیده؟ شما از پسر بچه‌تون سوال میپرسی، آیا از پسر بچه تقلید میکنی؟ بزرگوار بعد اومدی میگی که اومدی یه جایی اشتباه خوندی، اشکال نداره. من یه جا عربی و مثلا یه جاش اشتباه خوندم، مقام معظم رهبری مگه فارسی رو اشتباه نخوند؟ اومد گفت نگید رادیو بگید رادیان، در صورتی رادیان جمعه. اومد گفت نگید تلویزیون بگید تلویزیون، از این تلویزیون جمع. ایشون رهبر معظم انقلاب است، روی سر من جا داره. اما بزرگوار به من این ایرادا رو میگیری، قبلش این فکر کن، یه رهبر رو زیر سوال. فردا خدای نکرده از حوزه علمی پرت میکنن بیرون. بجز خندیدن و سرتکون دادن و تمسخر که چیزی نداره تو حوزه علمی. منم خوشخندگی رو وردی و دلغک بازی در میاری، اشکال نداره. یه شاهکار کردی اومدی گفتی که در زمان معصومین در این کتاب اومده به امر معصومین امر میکرد ای فلان برو فتوا بده. نکته اول، معصوم امر کرده. الان کی به مکارم شیرازی امر کرده؟ آیا معصوم بهش امر کرده؟ اون شاید نایب تام امام علیه السلام بود. اون لابد نایب تام حضرت بوده، مثل حضرت مسلم که نایب تام امام حسین علیه السلام بود که رفت به کوفه. حالا مکارم شیرازی آیا نایب تام امام علیه السلام است؟ این نکته اول. و اما نکته دوم، شما گفتید که امام علیه السلام به یونس ابن عبدالرحمن گفته برو فتوا بده. آخه چی بهت بگم؟ آخه تو از بس روایت نخوندی آبروی تشیع رو بردی. این دوستان عزیز اصول کافی جلد اول خوب ببینید. اصول کافی جلد اول امام علیه السلام میاد میگه ای یونس مبادا بدعت گذاری کنی، هر کس رأی خیش و ملاک عمل خود قرار دهد هلاک کرده. امام علیه السلام داره میگه ای یونس ابن عبدالرحمن مبادا بدعت گذاری کنی، نکنه از نظر شخصی خودت بیای فتوایی بدی. هر چی میخوای بگی بعد از کتاب الله باشه، از قول نبیه باشه، وگرنه اون کفر است. هر کس سنت پیامبر رو ترک کنه اون کفر، مرتکب کفر شده. و من ترک کتاب الله و قول نبیه کفر. هر کس که ترک کند کتاب خدا را و قول سنت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را
آن کافر شده است. پس اگر امام علیه السلام اومده به یونس بن عبدالرحمن گفته برو فتوا بده، اومده اینو هم بهش گفته که از رو خودت فتوا نده، بدعت گذاری نکن، از رو رأی و نظر خودت حرف نزن. ببینید، لا تکونن مبتدعا من نظر برأیه هلك و من ترک اهل البیت نبیه ظل و من ترک کتاب الله و قول نبیه کفر. اینو چرا نمیخونی؟ اما به شما حق میدم بزرگوار، به شما حق میدم. الان تازه مناظره شروع شده، میدونم که خیلی رود فشار اومده، اما تو اولین کسی نیستی که توی مناظره به من روش فشار اومده. بله بفرمایید، من درکتون میکنم. به خونه زنگ بزن. تصویر داره میچرخه. بفرمایید. اومد؟ دارین منو؟ بفرمایید. دارین منو؟ تصویر داره میچرخه اما صدا تو داره. خب بله. اولا شما توهین کردین، گفتین دلقک بازی. این گواه بر فشار شماست. اینی که اگر کسی استدلال داشته باشه توهین نمی‌کنی. دو، از بس حرفی ندارید برای گفتن زدید به صحرای کربلا. شما فیلم رهبری رو هم ندید درست. ایشون میفرمود ای کاش در زبان فارسی اگر کلمه غربی می آمد همون رو وارد نمی‌کردیم، تغییرش میدادیم. این غلط خوندن نیست. تفاوتش احساس نمی‌کنید. بگذاریم. در بحثی که شما میکنید شما به 5 دلیل مهم که من اینجا نوشتم نمیتونید به احادیث مربوط به تقلید رو توی پیجم بارگذاری کردم. همه عزیزان میتونن الان ببینن. احادیث متعدد خیلی زیاد بود، اما من احادیثی که توی منابع دست اول باشه رو گذاشتم. نه اجازه نیست، توهین کردین شما. این که احادیث رو بارگذاری کردم میتونید ببینید. اینجا هم نوشتم فرصت بشه. به 5 دلیل احادیثی که شما میخونید از سر حرف خودت هیچ اعتباری نداره. یک آیه قرآن سوره حجرات میفرماید ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. اگر فاسقی خبری آورد شما حق ندارید اعتنا کنید. شما معتقدید فقها، مراجع، خصوصا اونایی که کتاب اصولی دارن، مثل شیخ طوسی که عده داره، مثل سید مرتضی که ذریعه داره، اعوذ بالله، شما معتقدید اینها همه فاسقن. پس همین فقها هستن، مثل شیخ صدوق، مثل پدر شیخ صدوق. شما معتقدید اینها فاسقن، حق ندارید هیچ حدیثی از اینها نقل کنید. کتابایی که الان دست ماست، عمده اون احادیث دست اول، راوی آخرش که صاحب کتابه، همینا هستن. شما کتاب من لا یحضر شیخ صدوق رو باز کردید، از توش بارها استناد کرد، در این شیخ صدوق رو فاسق میدید. حق ندارید به احادیث تمسک کنید. این دلیل اول. شیخ صدوق کتاب نوشته، اسمشو گذاشته کتاب و من لا یحضره الفقیه، یعنی این کتاب رو نوشتم برای کسی که فقیه در دسترسش نیست. یعنی کسی که فقیه در دسترسش هست حق نداره، این کتاب براش اعتبار نداره. طبق حرف خود شما که فقهای طول 1000 سال شیعه رو، از جمله معاصرین رو، مثل آیت الله بهجت رو، مثل آیت الله وحید رو، مثل آقای سیستانی رو فاسق میدونید، بدعت گذار میدونید، ثابت کنید. اینها از خودشون فتوا دادن. بنده ادعا میکنم صدها جلد کتاب فقهی داریم، چه معاصرین چه تو طول تاریخ. مرد باشید، اگر یک جا رو بیارید، از صدها جلد آزادید، هر جا رو دوست دارید، یک صفحه بردارید بیارید که توش از خودشون، از میل خودشون چیزی اضافه کرده باشه. شما تو پیجت گفتی که مصلحت‌های سیاسی، من نمیدونم، نماز، روزه، تیمم، غسل، حج، اینا چه مصلحت سیاسی؟ شما گفتی قیاس. فقها اصلا شعر دارند برای حفظ کردن بعضی قاعده. یکیش اینه ولیس من مذهبنا القیاس، قیاس مال ابو حنیفه. هر چی حدیث میخونی همش مربوط به اهل سنته. اهل سنت خودشون میگن ما در کنار قرآن و احادیث، یکیش اینه رأی شخصی، قیاس. خودشون میگن. هر چی میخونید که بعضیاش هم تقطیع کردیم تو پیج، اگر فرصت بشه میگن.
یعنی اگر ادامه حدیث رو میخوندین مشخص میشد. ما کبرا رو قبول داریم آقا، یک دقیقه آخره، کبرا رو قبول داریم. هر کس بدعت گذار خدا لعنتش کنه، هر کس که از خودش حرام و حلال در بیاره خدا لعنتش کنه. ثابت کنید مصداقش مراجع مان، اینو ثابت کنید به جای اینکه هی کبرا رو که همه قبول دارن. خب معلومه که کسی از شکمش به دین خدا دروغ ببنده این بده، معلومه که این باطله. شما ثابت کنید که اینا این کارو کردن. شما برید کتابای فقهی رو بیارید ببینید، هر مسئله‌ای که تو این رساله نوشته شده آوردن آیه‌های متعدد، احادیث متعدد، چیکار کردن؟ سنداشو بررسی کردن. تقلید به چه معنا؟ شما ادعا کردی از من تقلید کنید، همون که توی پیجت گفتی کلمه تقلید رو نگفتی، اسمشو نیار، خودشو بیار. طرف سردش شده بود. ببخشید اصلا شما رو نمیگم، میخوام بگم اسمشو یه پالونی اونجا بود گفت اسمشو نیار، خودشو بیار بندازم روم. شما گفتی احکامتون رو از من بپرسید، عیناً همون تقلیده. بفرمایید. من واقعا از بحث کردن با اشخاصی که سواد حدیثی ندارن واقعا اصلا دیگه نمیتونم، اصلا یه جوری میشم، اصلا لذت نمیبرم. خدا شاهده من چیزای خیلی مهمی آماده کرده بودم، شما باید مرجع تقلید تو بیاری، اما به والله قسم مرجع تقلیدت هم بیاد همینه، یعنی چیز بیشتری نداره بگه، نه آیه داره نه روایت داره، چی نداره، هیچی. نه تعریف تقلید رو میدونستی، نه آیه از قرآن آوردی، گفتی آیه های زیادی هست. کجا آیه های زیادی هست؟ آقا آخوند خراسانی میاد میگه ولا اطلاق فی ادله التقلید بعد قطع النحوز وعلى مشروعیت اصله لوضوح انها انما تكون بصدد بیان اصل الجواز اخذ بقول العالم لا في كل حال. میگه که اصلا هیچ روایتی برای جواز تقلید اصلا وجود نداره. هر چی که هست عزیز من اصلا میگه هیچی نیست، خیلی واضح و روشنه. و حتی آقای کمپانی که خیلی از مراجع تقلید شما افتخار شاگردیشو دارن میاد میده ان مورود الاطلاقات هی روایت، اون فتوا، اون روایاتی که وارد شده، اون اخباری که وارد شده برای اخذ حدیث از راوی هست، اخذ حدیث از راوی هست، نه حجیت کلام اون، نه قول مفتی و مجتهد. برادر من ان الافتاء في صدد الاول في مقام نشر الاحکام کان به نقل الروایات لا به اظهار رأی و نظر. دیگه اون چیزایی هم که در صدر اول بوده همین بوده که هر چیزی بوده اون احکام رو که میخواستن بگن و نشر بدن به نقل از روایات بوده، لا به اظهار رأی و نظر. نه اینکه من نظرم اینه، من مرجعم این رو گفت، من مرجعم اون رو گفت. بعد اومدی میگی که مراجع تقلید ما کجا اشتباه گفتن، یه چیزی رو گفتن غیر از نمیدونم حدیث بوده و اینا. همین تقلید. آقا زیر رو ببندید، دارن توهین میکنن. بله. ببندید نوشته های زیر رو ببندین، دارن توهین. دوستان توهین نکنید، به کسی توهین نکنید دوستان، نه به بنده، نه به این شخص، نه به مراجع، به هیچ عنوان من راضی نیستم کسی توهین کنه. بزرگواران بهونه دست کسی ندید. خب حالا این کامنت ها باید و کردن. شما لطفا این رو ببندید. شما من گفتید اگر اجازه بدید. آقا دارن توهین، زمانت نگه داشتم، زمانت محفوظ آقا. شما گفتید آقا تو کارم دخالت نکن، دارم حرف میزنم. آقا بیادبی رشته کلام از آقا اجازه بده. این کامنت ها باید بمونه که اگر تصاویر خراب شد، نت ضعیف شد بنویسن. بعضی وقتا هست که ما صحبت همدیگه رو میشنویم اما بیننده ها نمیشنون. متوجه هستی؟ ما از طریق کامنت ها متوجه میشیم. اگه ما تصویرمون قطع شد از طریق کامنت ها متوجه میشیم. شما تعهد کردید اگر توهین کنند ببندید، این زیر رو ببندید. حالا چون به خاطر اینکه بهونه دستت نیاد تا 3-4 دقیقه میبندمش. داخل تماس تلفنی هم گفتم چند دقیقه فقط میبندم، فقط چند دقیقه میبندم. بعد که باز کردم ان شاءالله که دوستان دیگه توهین نمی‌کنن. دوستان در حد 3-4 دقیقه کامنت ها رو میبندم، اما دیگه توهین نکنید که بهونه دستش نیاد. الان تازه
در حملات حدیثی ما گیر افتاده، سرگردونه و دلش میخواد که فرار کنه، یه راه گریزی پیدا کنه، به هر حال بهونه دستش نده. کامنت ها رو در حد 4 دقیقه فقط میبندم. بله، از خدمت شما عرض کردم. نکته اول، بزرگوار الله عزوجل در قرآن کریم میفرماید به ریسمان الهی چنگ بزنید و منظور از ریسمان الهی اهل بیت علیهم السلام هستند و امیر المؤمنین علیه السلام حبل الله متین هست. این رو دیگه همه میدونن. و بزرگوار بنده به شما عرض میکنم تو رو خدا قرآن بخون، تو رو خدا روایت بخون، به ریسمان الهی چنگ بزن. خلادی رو که بر گردنت انداختی و زنجیرش رو به دست مراجع دادی، اونو به دست ائمه اطهار علیهم السلام بده، زیرا که ائمه اطهار هستن که سفینه النجات هستن. همینطور که در کتاب شریف از کنم خدمت شما اسرار آل محمد اومده، من اینو نشون دوستان بدم. کتاب شریف اسرار آل محمد هست، مال سلیمان بن قیس هلالی رحمت الله علیه. در اینجا اومده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که مثل اهل بیت من در امت من مانند کشتی نوح در قومش هست. هر کس وارد بر آن شود نجات پیدا کند و هر کس واردش نشه غرق می شود. آقایی که میای میگی نه ما فقط پیرو مراجع تقلیدی، به والله قسم غرق میشی. بزرگوار من به خاطر خودت میگم، شما احکامتون رو میرید از مراجع میگیرید، عقایدتون رو میرید از عقلتون میگیرید. پس از اهل بیت چی میشه این وسط؟ در کتاب شریف خصال شیخ صدوق، من کتاب شریف خصال بودم، در کتاب شریف خصال شیخ صدوق اومده که فردای قیامت اهل بیت علیهم السلام از ما شکایت میکنه. اهل بیت علیهم السلام، مسجد، پیامبر، همه اینا از ما شکایت میکنن. سعی کنید احادیث پیامبر رو وارد زندگیتون کنید. سعی کنید زندگیتون اتروبوی محمدی بده، اتروبوی اهل بیت علیهم السلام بده. دلیل خیلی از احکام رو آوردن اتفاق. اما وقتی از مرجع دین میگیری، دلیل خیلی از چیزا رو نمیگی. چرا فلان چیز حلاله، چرا حرام. دقیقه هم اضافه دادم به شما به خاطر اون فاصله‌ای که افتاده. شما باز حرفای قبلیتون رو تکرار کردین چون نداشتین. ما گفتیم با هیچ کس نمیگه غیر اهل بیت و کتاب خدا جای دیگه برید. همه حرف همینه. مراجع هیچ حرفی از خودشون نمیزنن. اگر راست میگید یک نمونه بیارید. صدها جلد کتاب فقهی روبروی شماست. شما اگر راست، تکرار میکنم، اگر داشتی میآوردید. دفعه گفتم دیگه ندارم. 2 به 5 دلیل احادیثی که بیاری علیه تقلید هیچ اعتباری نداره. 1 گفتم اینها راویانش خود فقها هستن، شما فقها رو فاسق میدونید، پس شما حق ندارید به اینا تمسک کنید چون این احادیث برای شما بی اعتبارن. 2 این کتابایی که رو میکنید شما کی چاپ کرده؟ اون زمان اهل بیت که اینا نبوده، کتاب چاپ نبوده، دستی بوده. 1300 سال 1200 سال نسخه دستی از روی هم نوشته شده، یکی از روی دیگری تا الان رسیده. فقهای الان، مراجع اینا رو تحقیق کردن، نسخه ها رو کنار هم گذاشتن، احادیث تو منابع دیگه دیدن و این کتاب رو چاپ کردن. شما هر چی داری به این احادیث توی این کتابا تمسک می‌کنی، داری تقلید از همون مراجع می‌کنی، چون همه اینها رو مراجع آوردن تحقیق کردن. الان شما دارالحدیث کافی رو چاپ کرده، مقدمش میگه 1200 تا نسخه رو آقای شبیری خدا حفظشون کنه، آقای شبیری 1200 تا حدیث نسخه رو کنار هم گذاشتن، تصحیح سند کردن، اینها رو بررسی کردن و چاپ کردن. شما هر چی داری نشون میده مقلد مراجع خودمون هستید. مطلب جالبتر اینه شما هر چی استناد میکنی همش باطله. چرا؟ چون مصادره به مطلوبه، همش دوره. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا بحث امشب اینه. در زمانی که معصوم دسترسی نداریم، در زمان غیبت معصوم، آیا باید به متخصص رجوع کنیم یا نه؟ حرف خودمون معتبره، خودمون میتونیم مستقیما بریم سراغ کتاب ها بدون اینکه بررسی سند بکنیم. هر چی میخونی هیچ سندش هم بررسی نمیکنی و اون راهکاری هم که تو پیجتون گفتید واقعا باعث خنده است. گفتی یک بابی 10 تا حدیث داره، اگه یکی مخالفه این جعلیه، اینم بررسی سندی. خیلی وقتا یک حدیث یک مسئله وجود داره، گاهی 2 تاست.
اصلا شیخ طوسی تو مقدمه کتابش میفرماید اکثر احادیث ما معارض دارند. حدیث صحیحی که معارض هست، اینا رو میخوای چیکار کنی؟ یک دونه سند نمیخونی، همطوری داریم یکیش سنده که فقها بررسی میکنن، کارشناسی میکنن، یکیش بررسی کتابه. این کتاب نسخه هاش آیا متصل هست به 1300 سال پیش، به 1200 سال پیش؟ این کتابایی که میاری خصال خیلی هاش هست اصلا نسخه هاش به دست ما نرسیده، نسخه معتبرش، چون شما کارشناس نیستی، داری در غیر تخصص خودت نظر میدی. مثل همون متنایی که غلط میخونی و شاهد بر اینه که شما تخصص نداری، سوادشو نداری. همه بحث امشب اینه، آیا در زمان عدم دسترسی به معصوم، در زمان غیبت معصوم، آیا باید رجوع به متخصص کنیم یا نه؟ خودمون به احادیث رجوع کنیم معتبره. شما متخصص نیستی، داری به احادیث رجوع میکنی تا اثبات کنی حرف خودت معتبره. حرفای قبل هم که جواب نده، گفتم چرا اگه تقلید بده، خودت گفتی تو پیجت که از من احکام بپرسید. همونی که از مراجع سوال میکنیم همینه که شما ادعا کردید بیاید از من سوال کنید، هیچ فرقی نداره، همینه. شما ادعا کردی مرجع تقلید. دو، شما ادعا کردی همه فقها فاسقن، این روایت اهمیت نداره. یک دقیقه آخرم رو من حدیث بخونم. شیخ طوسی در الفهرست درباره ابان ابن تغلب میاره، سندش هم خیلی عالی. میفرماید که قال له ابو جعفر، امام صادق علیه السلام به ابان ابن تغلب میفرماید اجلس فی المسجد و افت الناس، فتوا بده، نه که روایت خام بخون، فتوا بده. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم مثل تو در شیعیان دیده شود. مثل تو یعنی کی؟ یعنی آقای سیستانی، آیت الله وحید، چرا اینا رفت نمیاری؟ آیت الله بهجت. گفتم شما ادعا کردی که اینها دروغ میبندند به دین خدا، از خودشون حکم در میارن. من ادعا اینه هیچ کلمه‌ای به جز آنچه در احادیث هست و کارشناسی کردن و آیات هست نمیارن. اگر راست میگی یه نمونه بیار. حالا باز میشینی احادیث بدعت. بفرمایید. این حدیث هم خوندم 500,000 تومان پیاده شد. بعدیش هم میخونم. بفرمایید. خب دوستان عزیز، ببینید ما وقتی که با جماعت عمریه مناظره میکنیم، مثلا فرض کنید که مناظرمون در خصوص امامت هست، اصل امامت، ما اولش باید بررسی کنیم ببینیم امامت یک امر الهی هست یا خیر. بریم سراغ کتاب خدا، بعد بریم سراغ روایات، ببینیم آیا امامت الهی هست یا خیر، اصلا چیزی به نام امامت وجود دارد یا ندارد. بعضی وقتا هست که مثلا آیه 124 ابراهیم رو برای این جماعت عمریه میاریم، آیه های دیگری رو میاریم، وقتی کم میارن شروع میکنن به این که نه، ثابت کن که ائمه امام باید اسمت داشته باشه، ثابت کن امام باید علم غیب داشته باشه، باید امام ها خودشون بر امامت خودشون اقرار کرده باشن. روایت بیارید، روایت بیارید که امام ها سایه نداشتن، روایت بیارید که مدفوعشون بوی گل و گلاب میداد، روایت بیارید که اینا شبهات بزرگوار. ما اول باید اصل قضیه رو حل کنیم. اصل قضیه الان درباره تقلید هست بزرگوار. درباره تقلید، آیا تقلید امری الهی است از جانب الله عزوجل و ائمه اطهار علیهم السلام به ما سفارش شده و امر شده یا خیر؟ این رو شما بفرمایید. آیا روایت، شما روایت آوردی برای تقلید؟ عزیز من، بزرگان شما گفتن هیچ روایتی برای تقلید وجود نداره. بزرگان شما گفتن، شما چطور این روایت رو آوردید؟ من دوباره برای شما میخونم. یه روایت آورده که بشین فتوا بده. خب هیچ اشکالی نداره. بزرگواران، بنده الان اعتراف آخوند خراسانی رو برای شما خوندم که خود آخوند خراسانی میگفته ولا اطلاق فی ادله التقلید و ادقات النهوض على مشروعیت اصله لوضوح. میگه که اصلا چیزی به نام روایت برای تقلید وجود نداره و این چیز واضحه لوضوح. انما تكون بالصدد بیان اصل الجواز الاخذ بقول العالم لا فی کل. چیزی که به ما رسیده باشه که شما میتونید به قول عالم، از قول عالم شما تبعیت کنید و تقلید کنید، اصلا وجود نداره. و حتی آقای آخوند خراسان و خود آقای شارح بزرگ این کتاب محمد حسین اصفهانی که خیلی از مراجعتون افتخار شاگردیشو دارن، همین اعتراف کرد که هیچ روایتی وجود نداره. اون چیزی که شما آوردی بزرگوار، اون ائمه اطهار علیهم السلام بارها توضیح دادن که شما منظور اون فتوایی هست که خود روایت رو گفته باشه.
خود روایت. الان مثلا یونس بن عبدالرحمن رو شما مثال زدی، من روایتش رو آوردم که امام صادق علیه السلام بهش امر کرده مبادا از روی نظر خودت یه چیزی رو وارد کنی، نکنه بدعت گذاری کنی. شما یک دلیل برای تقلید بیار بذار یه بار. اولش بگو ببینم آخوند خراسانی راست گفته که روایت نیست یا دروغ گفته، شما میفهمی. شما از آخوند خراسانی بیشتر میفهمی، از آقای کمپانی بیشتر میفهمی. اگه بیشتر میفهمی بفرما. بعد بحث شبهات مطرح نکن. این که مثلا بحث این که روایتی ممکنه مرسل باشه، روایتی ممکنه از فاسقی رسیده باشد، از فاسقی نرسیده باشد، این رو من فعلا وارد نمیشم، چون بحث ما نیست. بحث ما تقلیده. یه دونه آیه یا روایت شما باید برای تقلید بیاری، نمیاری اشکال نداره، من برای ردش بیارم. خوب توجه کن الان بزرگواران، خوب توجه کن. امام صادق علیه السلام میفرماید من قلد فی دینه هلک. هر کس تقلید کند هلاک میشود. هر کس تقلید کند هلاک میشود. بفرمایید. ادامه حدیث رو نخوندید. ادامه حدیث اینه، میفرماید تقلید از کسی که حلال رو حرام کنه و حرام رو حلال کنه. جالبه شما مورد اعتماد نیستید. تو پیجتون هم گفتید احکام از من بپرسید. یعنی همینطوره. شما اگر جایی به پاسخ اون حکمی که یک نفر بیچاره از شما پرسیده اعتماد کرده به شما، اگر حکمو نتونید در بیارید، معلوم نیست بیاد از خودتون بهش بگین. اونم باز کرده که شروع کنن دوباره کمکت کنن، توهین کنن. من باز کردم آقا، میخوای فرار کنی فرار کن. ما توی تلفن هم صحبت کردیم، من گفتم که 3-4 دقیقه میبندمش. وسط حرفم نپرید. گفتم 3-4 دقیقه میبندم. همونطور که عرض کردم روایت رو نصفه خوندید تا بتونید برداشت خودتون رو به حدیث غالب کنید. این همون چیزیه که مورد نهی ائمه است. اینکه تدریس میاری نشونش بده بزرگوار. من اینم هر چی گفتم نشون دادم، چرا نشون نمیدی؟ آقای علی ایرانی وسط حرفم نه. خواهش می‌کنم. شما اون حدیث رو ادامهش رو ببینید، توی ارشاد شیخ مفید هست. شما شیخ مفید فاسق دونستید چون مقنعه داره، فقیه، نمیتونید بهش استناد بکنید. ادامهش هم اینو فرموده که کسی که حلال رو حرام بکنه. شما فاسق میدونیش، شما نمیتونی بهش استناد کنی. چرا استناد کردی؟ چرا جواب ندادی؟ چندین و چند اشکال بود، اسمشو عوض کردی گفتی شبهه. همه شما اینه. امشب اثبات کنید که از مراجع تقلید نکنید، از من تقلید کنید. بگذارید ارشاد میدونم خرید، مهم اینه که ارشاد رو نصفه کجا بره واسه شما که نداری. وسط اینم نشون میده شما ضعف در منطق دارید، نمیتونید، باید وسط حرفم بپرید. شاید میترسید اگه حرفمو تکمیل کنم. آخوند خراسانی هم توی کتاب کفایه، بنده کاملش رو خوندم، دلیل متقن میاره برای تقلید. الان من کفایه هم دم دستم نیست، نمیدونستم از کفایه میخوای برداری بیاری و به شما عرض میکنم نصف کلام آخوند خراسانی رو نقل کردی و حدیث رو هم نصف نقل کردی. عرض من اینه شما یک غیر متخصص هستی. اگر یک نفر بخواد یه سرطانی رو مداوا کنه، بگه چرا برم پیش فوق تخصص؟ خودم میرم به اون کتابایی که تو دانشگاه تدریس میشه تخصصی هست رجوع میکنم. فهرست داره، حرف شماست تو پیجت، فهرست داره، میرم نگاه میکنم این مشکل چیه، آیا هیچ عاقلی او رو تایید میکنه؟ این که یک غیر متخصص رجوع بکنه، عقلا، عقل جزء منابع دین ماست. حدیث هم داریم، حدیث متعدد آوردم، اصلا ارجاعتون دادم به این کتاب، توش احادیث متعدد آورده. حدیث هم خوندم امشب. شما تو این حدیث نتونستی خدشه کنی، تمسک کردی به حرف نصفه آخوند خراسانی. آقای کمپانی هم که حرفشو نیاوردی، اگرم بیاری لابد میخوای دوباره نصفه نقل بکنی. حرف اینجاست، دوباره یکی دیگه بیارم تو نهج البلاغه که مکتب الی قتم ابن العباس، نامه 67 امام، مجلس لهم العصرین، صبح و عصر بنشین، فتل مستفتی بنشین و اون کسی که ازت استفتاء میکنه براش فتوا بده. و اصلا شما که از شیخ طوسی حدیث نقل میکنی با اینکه متناقضه، شیخ طوسی میاره توی فهرستش تسمیت الفقها. این رواتی که شما گفتین همشون فقط راوی نیستن، میگه لیست فقها 10 نفر رو میاره، میگه اقر لهم بالفقه. تو رساله ابو غالب الزراری هم اومد که میگه کلهم
در برادران زراره میگه یا آل اعین اینطور هستن کلهم یصلح ان یکون مفتی بلد. همه اونها صلاحیت این رو داشتند که مفتی فتوا دهنده برای شهری باشند. این بحث برای روایات نیست، فقط داره میگه مفتی، فقها، تسمیت الفقها. خب شاید اینا رو ندیدین شما و هر کدوم از احادیثی هم که شما نقل میکنید نه سندش رو بررسی میکنید و چون توان بررسی ندارید. اگرم بخواید بررسی کنید دوباره باید برید سراغ کتاب شیخ طوسی که فاسق میدونیدش، اگر بگه فلانی راستگوه فلانی کاذبه کذابه اعتبار نداره چون او رو فاسق میدونید. خیلی جالبه و اصلا دستتون کوتاه. یکی از منابع ما عقل، همه عقلا رجوع به متخصص رو در زمانی که دسترسی به اسمت ندارید همه تایید میکنن. 5 دقیقه تمام شد تقریبا 30 ثانیه‌اش، ولی خب بفرمایید حالا اشکال نداره. اما جوابای منو ندیدش. چند اشکال کردم که چرا داری میگی از من احکام بپرسید، میگی از من احکام. بله خدمت شما عرض کنم که برام اینکه شما هیچ آیه از قرآن و یا روایتی برای تقلید ندارید، این چیز طبیعیه. علمای شما هم گفتن که نه آیه‌ای هست نه روایتی هست. شما که سهله، شما یه روایتی درباره فتوا دادن آوردی، شما یه طلبه پای دوم سومی شاید باشی. آخوند خراسانی کسیه که هر کی میخواد مجتهد بشه مرجع بشه و کتاباشو بخونه، از دیگه 30 تا شرح داره. ایشون گفته هیچ روایتی نیست. بزرگوار، نکته اول. اما نکته دوم، همون روایتی که آوردی بزرگوار، امام علیه السلام نگفته که این کلامش برای همه حجت هست. این هر چی که از دهنش در بیاد حجت هست برای همه. من ممکنه حکمی رو از شما بپرسم، خود شما به بنده بگید آقا اینجور وضو بگید. میخواید بیای پیش من تهران 45 کیلومتر که رد شدی وضوت نمازت مثلا شکسته است. اما بزرگوار بحث روی حجیت کلام غیر معصوم هست. امام معصوم نفرموده کلام تو حجت هست و خود چارچوب فتوا دادن رو هم مشخص کرده. مبادا از روی نظر خودتون فتوا بدید. مثلا عرض کنم خدمت شما در کتاب شریف اصول کافی جلد اول، مشکل شما اینه که نه کتاب دارید نه میخونید، پی دی افشون هم ندارید. یه حوزه که فقط قیل و قال یادتون. ابن حکیم میاد پیش امام علیه السلام، بهش میگه که بعضی وقتا هست یه حکمی رو میپرسن که من نمیدونم، حدیثی در اون مورد به ما نرسیده، آیا میتونم با توجه به علمی که دارم یه فتوایی رو بدم، یه حکمی رو بدم که احساس کنم به حکم شما و کتاب خدا نزدیک هست؟ امام علیه السلام عصبانی میشه، میاد بهش میگه هیهات هیهات فی ذالک والله هلک من هلک ابن الحکیم. هر کس این کار رو انجام داده هلاک شده ای ابن حکیم. بزرگوار امام علیه السلام چارچوب رو مشخص کرده برای هم. در ضمن بالفرض که امام یه نفر رو مشخص کرده آقا برو فتوا بده، اصلا برو هر کاری میخوای کن، نایب تام امام علیه السلام هست. تو همینجا قیاس مرتکب قیاس شدی. اول مناظره گفتی قیاس کفره، الان اومدی مرتکب قیاس شدی که چرا امام مثلا به فلانی گفته فتوا بده، خب مکارم شیرازی هم میتونه فتوا بده. میدونی حرف شما مثل چیه؟ مثل اینی که امام صادق فرموده هر زیارت امام حسین ثواب 70 تا حج عمره داره، شما بری زیارت امام زاده قلقلی بگی منم میخوام ثواب 70 تا حج ببرم. بزرگوار این قیاس هست، همونجوری که خودت گفتین کفره. و در همین کتاب اصول کافی یک روایتی هست که ثم قال علیه السلام لعن الله ابو حنیفه کان یقول قال علی و قلت، که لعنت خدا بر ابو حنیفه باد. ابو حنیفه رو چرا لعنت کرد؟ فرمود به خاطر اینکه ابو حنیفه میگفت علی چنان میگفت و من چنین میگویم. قیاس میکرد. مثل شما متوجه نیستی شما بزرگوار دست روی چه چیزی گذاشتی و هیچ گونه من در حتی کلمه فقیه رو معنیش رو نمیدونی. اصلا فقیه یعنی چی؟ فقیه کسیه
که من روایتشون رو دوستان بدم، چون شما هیچ چیزی نمیدونید، واقعا دستتون خالیه. من یک لحظه معنی این که فقیه به چه کسی میگن رو نشون دوستان بدم. بزرگواران اینجا امام عن ابی قال ان ابا جعفر علیه السلام، بفرمایید درباره فقیه ازش میپرسن که فقیه چه کسی هست. میفرماید که ان فقیه الزاهد فی الدنیا الراغب فی الاخره التمسک بسنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. فقیه کسیه که تمسک بجویه و چنگ بزنه به سنت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فقیه چنین شخصیه، نه کسی که بیاد بگه آقا من هر چی گفتم قول من برای شما حجیت داره. هنوز یه دونه روایت نیاوردی بزرگوار، یه دونه روایت از شما میخوام. به والله قسم اگه نتونی روایت بیاری یعنی مرتکب بدعت شدی. و برای شما روایتش خوندم، کسانی که بدعت گذاری میکنن عاقبتشون چی هست؟ آتش و دوزخ و جهنم هست بزرگوار. فکری به حال خودتون کنید. بفرمایید. الحمدلله که اثبات شد شما نتونستید یک دونه بدعت از توی حرفای فقها پیدا کنید. همه تقلید رو بین صحبت من خودتون شرط کردید. اول واقعا مورد اعتماد نیستید شما. این که نقض عهد کردید، این که شما 10 بار گفتید هر کی بدعت بذاره ما لعنتش، خدا لعنت هر کی بدعت، هر کی از خودش حرف بزنه خدا لعنتش. ثابت کنید احدی از فقها از خودش حرف زده. ندارید نمونه، اگه داشتید می آوردید. مطلب دیگه این که خیلی اشکالا کردم هیچ کدوم جواب ندادید، فقط شروع میکنید رو همین کبرا، آی بدعت بده، آی بدعت بده. تقریبا همه زمان مناظرتون به همین گذشته. مطلب دیگه اینه که می‌خواستم یه مطلبی بگم حالا یادم رفت. این که حدیث خوندم 500,000 تومان شما باید بدید. و حالا من روی صحبتم با مخاطبین، اصلا شما که مشخص شد که دیگه حرفی ندارید، حرفم اینجاست که اگر امام ازشون سوال بشه ما از بصره رفتیم کوفه، امام بفرماید که شما نمازتون شکست است، بعد از این حدیث برداشت کنیم، همین الان آقای ایرانی میگه برداشت کنیم از قم به تهرانم بیای نمازت شکست است، آیا این قیاسه؟ شما معنای قیاس رو نمیدونید، وگرنه خودتون دوچار قیاس نمیشدید. کجا؟ توی فیلمی که تو پیج خودتون گذاشتین یک شخصی به شما گفته حکم سیگار توی روایات نیست، چیکار کنیم؟ شما گفتین حدیث درباره حشیش داریم. خیلی جالبه. اگر ما بگیم هر کس که متخصصه عمرش رو گذاشته و اعلمه، یعنی روی دست اون نیست، کی این رو مشخص میکنه؟ اون کسانی که متخصصین دیگه تو اون فنن میگن توی این فن این آقا رو دست نداره، ما همه زیر دست او هستیم، او اعلمه. حالا اگر ما ببینیم که بعضی ها رو ائمه میگفته شما اهلیت داری فتوا بدی، الغاء خصوصیت اصطلاحا بهش میگن، خب قطعا آشنا نیستین شما. و مثل اینکه از کوفه به بصره رفتن الغاء خصوصیت میشه، از نیویورک هم به فیلادلفیا بری این قیاس نیست. قیاس اینه که شما گفتی چون حدیث تو حشیش داریم، تو پیجتون گفتین جالب، چون قیاس رو نمیدونین چیه. اینجا که قیاس نیست میگید قیاسه، اونجا که قیاس محضه. گفتید حشیش حدیث داریم پس سیگار هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. اصلا حشیش ربطی به سیگار نداره. حشیش نحوی ولو کم زوال عقل میاره، یعنی یک درجه‌ای از سکران داره و اون چیزی که زوال عقل میاره تو فضا میبره و اینها اومده تو احادیث ما که این حرامه. اما سیگار اینطوری نیست. دیدین دو تا شبیه همه. یه مثال بزنم که منطبق بر شماست. امام صادق علیه السلام خیلی مشهوره، پسرشون اسماعیل از دنیا رفت. روی کفن اسماعیل نوشتن که اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، اسماعیل شهادت میدهد به وحدانیت خود. یک شخصی بود میگفت من میخوام پیرو اهل بیت باشم، عقل رو تعطیل کرده بود. همونطور که شما الان عقل رو گذاشتین کنار و اگر که من الغاء خصوصیت کنم بگم اهل بیت به اون کسانی که متخصص شده بودند، از یعنی چی؟ یعنی از خودشون هیچ چی دیگه نمیگفتن. سوالی میپرسیدید مستند و مستدل همونطور که فقهای ما هستن و شما اصلا نتونستین امشب حتی یه نمونه بیارید که فقهای ما از خودشون حرف زده باشن بجز از احادیث و آیات تو کتاباشون آورده باشن، همونطوری که نتونستید بیارید. این شخص گفت من میخوام پیرو امام صادق باشم. دخترش از دنیا رفته بود. مثلا اسم دخترش، حالا من اسم اهل بیتی نمیگم، اسمش دخترش منیژه بود. روی کفن دخترش نوشت منیژه
نوشت اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. بهش گفتن آقا چرا رو کفن دخترت که اسمش منیژه است نوشتی اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله؟ امام صادق چون اسم پسرش اسماعیل بود اونو نوشت، شما باید اسم دختر خودتو بنویسی. گفت نه، ما پیرو اهل بیتیم، همون که اهل بیت. آقا این که پیروی از اهل بیت لازمه به این معنی نیست که عقل تعطیل کنیم، اصلا بدیهی عقلیه. حدیث خاصی آورده، گفتی آخوند خراسانی فرموده که 1 دقیقه آخر منه، گفتی که مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه گفته هیچ حدیثی نداریم. خب آخوند خراسانی یکی از چندین و چند فقهاست، خیلی ها و اکثرشون هم گفتن حدیث داریم. این یک اختلافی است بین متخصصین، به شما چه ربطی داره؟ چه نظر میدین؟ اون چیزی که مطابق میلتونه و موافق اینه که بیان تو پیجتون احکامو از شما بپرسن و شما مقلد شما بشن، اونو میای انتخاب میکنین. فقهای دیگه متخصصین دیگه گفتن حدیث داریم. اصلا رجال مبانی مختلفی داره، بین متخصصین اختلافه، شما که متخصص نیستین. مثل اینه که یه نفر بیاد بگه که توی نظریه سیاه چاله ها حق با هاوکینگ نه انیشتین. اصلا شأنیت نداری شما بخواید، مگر به میلت انتخاب کرده باشید. بفرمایید. خب من واقعا تأسف میخورم از این که حوزه علمیه تهران داره افرادی مانند شما رو تعلیم میده و واقعا نمیدونم آیا همشون همینجورن یا فقط شما اینجور، اما یقین دارم که همشون همینجورن، چون اگر اینجور نبودن شما رو حداقل اخراج میکردن که حداقل سطح خودشون پایین بود. الان شما به نمایندگی از تمام علما، فقها و مراجع تقلید اومدید اینجا تقلید رو ثابت کنی، داری از منیژه برامون صحبت می‌کنی. خانم منیژه چی بود؟ خانم منیژه چی نبود؟ بزرگوار، بحث ما درباره خانم منیژه نیست. شب فکر کنم خوابت میاد داری برای خودت دالایی میگی خوابت ببره. ما حواسمون هست، میدونم مناظره در مقابل بنده واقعا سخته و تو اولین نفری نیستی که این بلا سرت اومد. تا حالا هر کی در مقابل من مناظره کرده کمرش شکسته شده، وسط مناظره سکته کرده، وسط مناظره گر آب و خنک خورده. یا آب و خنک بذار همونجا بریز تو سرت بزرگوار، حداقل از هوش نری. چرا تصویر تو بردی و از خودت بگیر؟ یه دونه روایت برای ما نیاوردی با این همه ادعا، اون همه وظیفیست. نه معنی تقلید رو میدونستی، نه معنی لغویش و نه اصطلاحیش رو. نتونستی یک دونه آیه یا روایت برای تقلید بیاری. اومدی گفتید که امام علیه السلام به یونس بن عبدالرحمن گفته برو فتوا بده. روایتشو برات آوردم نتونستی جواب بدی. درباره فقیه صحبت کرد، معنی فقیه رو هم نمیدونستی. معنی فقیه رو هم برات آوردم. بزرگوار، فکر میکنی فقیه کیه؟ اصلا کسی که امام صادق میفرماید ای کاش شیعیان من رو با تازیانه میزدن، ای کاش بر سر شیعیان من تازیانه میزدن تا اینکه تفقه کنن در دین. امام صادق علیه السلام میفرماید. ببینید بزرگواران، این کتاب شریف کسان شیخ صدوق، امام صادق علیه السلام میفرماید مردم چند دسته هستند. ببینید بزرگواران، عالمون و متعلمون و سائر الناس همجون والحمج فی النار. میفرماید که مردم 3 دستن، بعضیشون که سراغ علم میرن، بعضیشون که عرض کنم خدمت شما برخی هم در حال یادگیری هن، بعضیشون هم کم خرد و احمقن. اونایی که در دین تفقه نمی کنن احمقن، کم خردن. امام صادق علیه السلام فرموده آقای مصطفی برای که من به شما بگم فلان نباش، هم امام صادق رو گوش بگیر. اگر ما دنبال تفقه در دین نریم احمق هستیم و این یک فریضه واجب است. همونطور که در کتب مختلف ما اومده که عرض کنم خدمت شما به کارگیری علم، تفقه در دین از فریضه های واجب است و اگر ما سراغ این نریم، فقیه نشیم، دینمون ناقصه.
و خداوند در فردای قیامت اعمال ما رو نمیپذیره. این روایتش بزرگ. اینجا رو ببینید، این باز کتاب شریف خصال شیخ صدوق، کتاب شریف خصال شیخ صدوق. اینجا رو خوب ببینید بزرگواران. امام علیه السلام میفرماید مسلمانی با 3 تا چیز کامل میشه. مسلمانی با 3 تا چیز کامل میشه. ببینید، تفقه فی الدین، تفقه فی الدین و تقدیر فی المعیشه و صبر علی النواعب. صبر علی النواعب میفرماید که با تفقه در دین و میانه روی و اقتصاد در زندگی و صبر در برابر مصیبت ها، ما اگر تفقه نکنیم در دین و فقیه نشیم بزرگوار، ما دینمون ناقصه. ما دینمون ناقصه. امام صادق میفرماید ای کاش بر سر آقا بفرمایید. همین الان شما دارید فتوا میدید، دارید میگید تقلید حرامه، در حالی که میخواید بگید فتوا حرامه. دارید میگید این کار بدعته. خیلی جالبه. بگذاریم. من میگم خطابم شما نیستید، عزیزانیه که اگر قابل دونستن دارن تماشا میکنن، تعدادشون هم داره کم میشه شاید، چون حرفاتون تکراره، همش میگید بدعت بدعت، ولی یه نمونه نتونستید بیارید که فقها از خودشون حرف زده باشن. عرضم اینجاست، تقلید یعنی همون سوال کردن از کسی که تخصص پیدا کرده. کما تو پزشکی هست، توی علم حقوق یه نفر میره وکیل میگیره، اون وکیل که نمیخواد از خودش چیزی بیاره، همون قوانینی که توی کتاب جزایی چاپ شده، دست هم هست، کتاب قوانین جزایی، قوانین کیفری، اما میگه اون آقا سالها گذشته، خبره شده، تبصره حالا برده، تجربه داره، فول شده، از او کمک میگیرم، خودم برم باز کنم مغلوب میشم توی نزاع قضایی. عرضم اینجاست، امروز خیلی مسائل هست که جدیده، مثل خرید و فروش چک، بورس، فارکس، ارز دیجیتال، بیت کوین، اجاره رحم، مطالبی که خیلی جدیده و معلومه، بدیهیه. دین ما برای هر نیازی خب پاسخ داره، چون دین ابدی هست. و جالب اینجاست که ایشون ادعای ایشون اینه، میگه اگر شما نتونستین چیزی رو پیدا بکنید، مثلا نتونستین ارز دیجیتال، خرید و فروش چک، تجارت هایی که معاملات جدید پلتفرمی که الان هست، یا بین المللی معاملات جدیدی که الان به وجود اومده حقوقی، اگر نتونستید پیدا کنید بیاید از من بپرسید. خیلی جالبه. حالا صحبت ها چون تکراری شد، عرض من چند دقیقه آخر رو تمام کنم دیگه، و اون این که ایشون ادعا کرد شیعیان علما ندارن. اگر یک وهابی پای اینجا باشه، این بزرگ یکی از شبهات، میگه این آقا ادعا میکنه شیعیان، چون همه علما فقها مرجع تقلیدهای زمانشونن، 1000 سال گذشته، ایشون مراجع بزرگ رو که افتخارات ما هستن، ولی خدا هستن، شیعیان علی ابن ابی طالب هستن، به کفر هم توی حدیث به کفر هم استناد داد. آیت الله بهجت ولی خدا بود، شیعه خالص خدا بود. آیت الله وحید سینه چاک اهل بیت، داغ و سوزش رو همه دیدن. شما داری میگی آیت الله وحید احادیث اهل بیت رو کنار گذاشته، بدعت گذاشته، دکون دستگاه گذاشته جلوی اهل بیت. آیه سیستانی رو همینطوری. می‌بینید فقهای گذشته، علامه هلی، شیخ طوسی، همه رو گفتید فاسقه و احادیثی بودید که همین رو نقل کرد. یعنی احادیثی بود که سندم که نیاوردید چون بلد نیستید. بگذاریم، من دیگه صحبتی ندارم، صحبتمو کردم، تقریبا خوب بود. امشب روی صحبتم تقریبا به شما نبود دیگه. از اون ابتدا وقتی که صحبت می‌کنید شروع کردین وسطش توهین کردن و توهین کردین دیگه. اصلا از قبل حدیثی رو که توش توهین هست دارم منتقد می‌کنید و این نشونه ضعف در استدلال شما. من مناظره‌های قبلی شما هم که تقطیع کردید، کامل نذاشتین، دیدم طرف مقابلتون بسیار مؤدبانه صحبت میکنه ولی شما تند جوابش رو میدید. احادیثی که از اهل بیت رسیده و حالا شما خودتون خوندی اینه که اگر شما با یه نفری که اختلاف نظر داره با شما، اختلاف نظر داره، اونم محب امیرالمومنین، شما محب امیرالمومنین، ما نگفتیم خدا که شما فاسقی، موجب فوش ندیم شما. بند آقای علی ایرانی رو یک محب امیرالمومنین میدونم و اینکه اختلاف نظر داره. هیچ وقت تندخویی نباید بکنیم. کنو لنا زینا، برای ما زینت باشید. حتی اگر با یه وهابی، با یه ناصبی اگر شما مناظره کردید، نباید تندخویی کنید. مگر اهل بیت، مگر امیرالمومنین علیه السلام با خوارج
که عهد می‌کردن خدایانو که توخویی می‌کردن. ما اگر بخوایم پیرو اهل بیت باشیم تو اخلاقمون هم باید پیرو اهل بیت باشیم. اینکه فحش بدیم، مسخره بکنیم، بگیم مثلا این حرفا رو بزنیم، این پیروی از اهل بیت نیست. بنده صحبتی ندارم چون صحبتش همش شما تکراری شده و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. هستم اینجا اگر شما صحبتی داشته باشید. خیلی دیر وقت. نه آقا نری کنیم، فرار نکن، نرو پایین. هنوز ما باهات کار داریم. میدونم که مناظره در مقابل بنده خیلی سخته. فرض کردم شما تنها کسی نیستی من باش بحث کردم. یه خورده آب خنک بخور، اگه اونجا آب هست بخور تو سر و صورتت بزن. میدونم برات سخت ممکنه از حال بری، اما ضربات حیدری همچنان ادامه دارد، صواعق های حیدری همچنان ادامه دارد. بزرگوار آقای بنده روایتی رو در خصوص داخل حرف بنده نپرید. نه روایتی رو عزیز من شما شروع کننده بودی، نمیشه تموم کننده باشی که. 5 دقیقه هنوز ادامه داره. کجا میخوای بری؟ هنوز ادامه داره. بس حرفا تکراری شده دیگه. حرفای جواب تکراری؟ نه تا کی میخوای همینا رو یه روایت نیومدی بزرگوار. بس جوابتو بدم. بگذاریم آقا. میخواد در بره نه دیگه چون تکراری شد. اشکال نداره. میخواد در بری در. روایتی که نیوردی، هیچ روایتی که نیوردی. حداقل سوالن لنفسه رو میوردی. فرج ولا روایت حدیث خودشم ببینید من باید بهش یاد بدم چی بود. چون همه بهش یاد بدم. چون همه رو شنیدن. چون شما غیر متخصصی اصلا نمیتونی، مثل اینی که یک تیکه الماس رو ببرید بشه یه نفر نمیتونه تشخیص بده شیشه است یا الماس. شما شروع حالا داخل حرف نپر بزرگوار. بس ما ادامه داره. شما چرا رنگت پریده؟ شما چرا رنگت پریده؟ بس ما ادامه داره بزرگوار. میخوای فرار کنی الان؟ میخوای بری الان؟ کمک بگیر. تموم میخوای فرار کنی؟ میخوای هم شروع کنی؟ نه من میخوام ادامه بدم. میخوای این کارو آقا من تازه گرمه کردم. به خدا دور تا دورم کتابه. به امام حسین دور تا دورم روایت چیدم. هنوز 1/100 نیاوردم. وقتی که هیچ 0.1% نیاوردم بزرگوار. این همه روایت چیدم دور تا دور خودم کتاب به الله عز و جل قسم. چرا میخوای در بری؟ خب فکر کردی مثل تو هم که روایت نداشتی بیاری؟ حالا حرف گوش. نه شما شروع کردی دیگه تموم کننده باشی. شما شروع کردی دیگه نمیشه. بعد شما اشکال نداره. بعد شما صحبت. نه من دیگه شما صحبت فایده ای نداره با شما دیگه. تکرار عزیز من. شما تکرار دوستان فایده داره. اصلا شما جواب منو نمیدی. عرض من اینجا شما گفتی 1 ساعت منو تموم شد. کی گفت میخوای بری الان؟ اینجا پیج شماست. شما باید عدالت رو رعایت کنید. قرار بوده زمانه مساوی. نه شروع کننده بودی گفتی 1 ساعت. از 1 ساعت هم گذشته. شروع کننده بودی. نگفتم 1 ساعت بزرگوار. من کجا گفتم 1 ساعت؟ گفتی 1 ساعت. نگفتم 1 ساعت. آقا اگه حرفات متقن بوده تا اینجا اثر کردی. مخاطب حرف شما رو شنیده. درسته یا نه؟ آقا من 1/10 روایت هم نیاوردم. یعنی با 1/10 روایت چه مراد شکست؟ این حرفی شما میزنید. عرض من اینجاست. ما 1 ساعت رو مناظره کردیم. اگر حرفی داشتید توی 1 ساعت رو بزنید. اینجا پیج شماست. شما باید عدالت رعایت کنید. عهد بسید. میدونم که ان شاء الله من تا صبح میخوام روایت بکنم. شما چرا نمیذاری؟ نه شما چرا نمیذاری؟ چون شما گفتید زمانها مساوی باید باشه. 5 دقیقه این که بعد از لایو شما تا صبح بشین. شما فردا شب بیا بشین تا صبح، بلکه تا 48 ساعت بخون. مناظره تمام شده. یا اگر صحبتت اثر داشته میخوای بری برو دیگه. وقت ما رو نگیری. میخوای بری برو، بقیه مخالفین رو بیار. میخوای بری برو. چون میدونم فرار من. وسط مناظره گذاشتی. فقط امیدوارم که توهین هاتون چیز نباشه. حرفامو تو پیجام هم گذاشتم و میتونید مطالعه بکنید. یا علی مدد. خدا نگهدار شما. برو. انشالله که با ولی زمان، با ولی وحید خراسانی انشالله مشهور بشیم. انشالله با ولی امرت مشهور بشیم. ولی امر سیستانی و همین اشخاصی که هستن، این ولی جاکایی که درست کرد، انشالله با همونا مشهور بشید به حق الله عز و جل و به حق آبروی محمد و آل محمد. و انشالله با مولات، با سرورت عمر بن خطابی که مانند خودت از جنگ‌ها فرار می‌کرد مشهور بشید که شما هم پیروی از اون دارید از میدان مناظره شانه خالی می‌کنید و در میرید وسط مناظره دارید پا فرار می‌زنید. یا علی خدا نگهدار شما. برو. خدا یا علی و فقط نده. بفهم. برو انشالله که می‌خوای بری برو دیگه. موندی الان وسط حرف من میگم.
خب دوستان عزیز ببینید ایشون اولش که تعریف تقلید رو نمیدونست. بهش گفتم تقلید چیه؟ تعریف تقلید رو نمیدونست. براش آوردم که تقلید از قلده اومده به معنای قلاده گردن انداختن و این اشخاصی که تقلید میکنن قلاده ای رو به گردن انداختن و زنجیر اون رو به مراجع تقلیدشون دادن و این چیزی که در حتی کتب خودشون اومده که بنده اون رو نشون دادم که الان هم اگر اون رو پیدا کنم ببینید بزرگواران، تقلید در لغت به معنی قلاده بر گردن انداختن است. ببینید کتاب شرح کفایت الاصول و بزرگواران حتی من از کتاب کفایت الاصول براش آوردم که معنی تقلید چی هست و باز از کفایت الاصول براش آوردم و از آقای محمد حسین اصفهانی براش آوردم که هیچ گونه آیه و روایتی در خصوص تقلید از غیر معصوم وجود ندارد. الان میارمتون بالا دوستان، هر کی میخواد بیاد درخواست بده، الان میارمتون بالا. این همه روایت خوندیم، این همه هیچ کدوم جواب نداد. بهش گفتم من قلد فی دینه هلک، هر کس تقلید کند هلاک می شود. امام معصوم علیه السلام پرسید، امام علیه السلام این رو گفته، هیچ گونه جوابی نداشت. اومد گفت خب مثل خودت که تقلید می گفتی از من تقلید کن. من کجا گفتم؟ هیچ گونه جوابی نداشت. امام صادق علیه السلام فرمود ایاک ان تسب مقاما دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، مبادا یک نفر رو که امام نیست انتخاب کنی و هر چه که گفت تصدیقش کنی. اومد گفت که مرجع من ولی من هست، لا اله الا الله، برای این حرف که انقدر بد بود، انقدر جاهلانه بود. بزرگواران من الان این رو برای شما بخونم، یک روایتیه در خصوص این افراد. امام حسن عسکری میفرماید ولیجه کسی است که به جای ولی امر قرار میگیرد، الولیجه الذی یقام دون ولی الامر. یعنی شما اون رو ولیجه خودت قرار دادی، میگین ولی من، ولی خداست، ولی خدا اهل بیت علیهم السلام هستن، نه مراجع تقلیدشون. قال امام باقر علیه السلام ایاکم بالولاعج فان كل ولیجه دوننا فهی طاغوت او قال ند. بپرهیزید از ولیجه ها، چرا که هر ولیجه‌ای به غیر از ما طاغوت و بت است. میخواید آیه از قرآن براتون میارم، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولیجة والله خبیر بما تعملون. بجز خداوند متعال و رسولش و مؤمنان ولیجه ای را قرار ندهید که خداوند از همه کردار تو آقای مصطفی آگاه است. اومدی میگی که وحید خراسانی ولی خداست. یه روایت برات میخونم درباره فقهاتون و درباره تقلید از فقهاتون که امشب انشاءالله تا صبح دیگه خوابت نبره. الان همه رو دوستان درخواست بدید، الان میارمتون بالا. این روایت هم بخونم. مخالفین، از مخالفینی که اینجا هستن هر کی روایت داره بنویسه روایت دارم، من 500,000 تومان بهش جایزه میدم. هر کی یه دونه روایت داشت برای تقلید 500,000 تومان جایزه داره. من این روایت هم تقدیم کنم، اینو خوب توجه کنید. امام علیه السلام فرمود اعداه مقلده الفقهاء اهل الاجتهاد. دشمنان امام زمان علیه السلام کسانی هستند که تقلید میکنند از فقهای اهل اجتهاد. یعنی شماها همتون دشمنان امام زمان هست. این روایته، اینو من نگفتم، اینو خودتونم قبول دارید، بزرگانتونم قبول دارن. بعد ادامهشو بخونید. اذا خرج فلیس له عدو مبین الا الفقهاء الخاصه. امام زمان علیه السلام که تشریف بیاره
دشمنان آشکاری جز فقها ندارد. چی بگی برای خودت شما؟ چی بلدی؟ نه معنی اومدی از تقلید دفاع کنی، نه معنی تقلید است. اومدی گفتن فتوا بده، معنی فتوا رو نمیدونست. اومدی گفتی ما بعد بریم سراغ فقیه، معنی فقیه رو نمیدونست. پای درسای ما بشین لااقل 4 تا چیزی یاد بگیر. تو حوزه که چیزی یادت نمیاد بزرگوار. تو حوزه علمیه فقط حالا نمیشه گفت یه ایران هستیم و خب حالا در خدمت دوستان هستیم، موافقین و مخالفین. مخالفا بنویسن مخالف. هر کس میاد بالا 2 دقیقه فرصت. بله آقا سعید شما بیاد که آقا سعید رو بیارم، آقای سعید برقی که یه خودش مجریگری کنه بالا. سلام آقای ایرانی عزیز. خوبی؟ سلامت علی آقا. ماشاءالله پرچمداری کردی بابا، اینا رو نترسون، بذار یکم بیان دوم بپاش، کم 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 اون بزرگاشون بیان تو لای. اینجوری میکنی میترسن.